سلام به مکسن خوش اومد. در بخش سوم موضوع و واژه شهود ما قرار شد که یه توکی به علوم شناختی بزنیم و پرونده شهود رو ببندیم. ما شهود رو تعریف کردیم، گفتیم که پاسخ سریع به واکنش‌های بیرونی هستش و این شهود رو گفتیم از چه زمان‌های شکل میگیره. گفتیم از کودکی شروع میشه و 4 مدل داره: شهود مهارتی، شهود خلاق، شهود هیجانی و تکاملی فرگشتی. من توی یکی از قسمت‌ها اگر اشتباه نکنم قسمت دوم بودش که گفتم شهود فرگشتی رو یک مثال زدم، ولی شهود فرگشتی ما زیاد داریم. شهودهای تکاملی که از اجدادمون بهمون رسیده زیاد هستن، مثل پلک زدن ها، نوع صحبت کردن ها، سر تکون دادن ها. اینا برمیگرده شهودهای فرگشتی که ممکنه حتی از پدر به پسر، از مادر به فرزند برسه. اینا از ژنتیک هستش که شهودهایی هستش که پاسخ سریع به واکنش‌های بیرونی هستش. حتی یه سر تکون دادن ها اینا از ژنتیک میرسه. مهارتی از شهودهای مهارتی نیستش. بنابراین در این قسمت ما اومدیم میخوایم شهود رو ببندیم موضوعشو و میریم سر وقت علوم شناختی که جناب دکتر استیون گروسبرگ گفتن که نظریه‌ای داشتن به نام ART یا پترن مچینگ که شهود رو شکل میده و پاسخ سریع رو میاد از روی الگوها هستن. این الگوها در زمان کودکی یا تکامل فرگشتی هستن که مغز رو به اشتباه نمیندازه و سریعا یه پاسخ سریع به یک واکنش بیرونی رو شما ارائه میدید بدون اینکه فکر کنید یا تأملی توی فکر کردنتون داشته باشین. موضوع شهود یا اون پاسخ به واکنش بیرونی سریعا داده میشه. بنابراین در این قسمت ما با واژه شهود تقریبا خداحافظی میکنیم، ولی این شهود همیشه در راستای بخش‌های دیگه اون هست. ممکنه توپ‌هایی بزنیم ولی با واژه شهود کاملا امیدوارم آشنا شده باشید. اگر شما عزیزان مطلب یا منبعی داشتید که مطالعه کردید در خصوص شهود بود و قابل ارائه بود، حتما به ما ارائه کنید، توی کامنت ها بنویسین و در ادامه خوشحال میشم که کانال ما رو، کانال مکسن در از کانال خودتون رو لایک و سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.